اطفال عزیز و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم همتان جور و صحتمند و خوش و خوشحال آمده باشین. درس نوتان را گوش بدین. درس نو خود را باز هم با چی شروع کنیم؟ شما بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، بسیار خوب. درس نو شما اخلاق اسلامی است. موضوع دوم اخلاق اسلامی که درس دوم شما هست پاکی و نظافت است. پاکی و نظافت. و من باز هم از شما یک سوال دارم. شما در این تصویر چی را میبینید؟ یک دخترک پاک و صفا. آفرین، یک دخترک مقبول و پاک که دستای خود نشان داده که چقدر پاک است. خب ما دستای خود چی وقت باید بشویم؟ ببینید این بچگک دستای خود را میشوید وقتی که غذا میخوریم، وقتی که میوه میخوریم، هر چیزی که میخوریم دستای خود را میشویم. آفرین، شاباس. و دیگه چی وقت میشویم دستای خود را؟ این تصویر ببینید. وقتی که از تشناب میبراییم. بسیار عالی، بسیار خوب. خب ما شما خود را پاک نگاه میکنیم. سر و جان خود را، تمام وجود خود را همیشه منظم میشویم. ببینید طفلک قندوله بچگک سر جان خود میشوید. و همچنان دندانهای خود را برس میکنیم. بسیار خوب. بسیار مهم است که دندانهای خود را برس کنیم. جایی که ساتیری میکنیم اموجا را یعنی اتاق خود را پاک صفا نگاه میکنیم. و در این تصویر ببینید ناخنهای خود را هم میگیریم. پاکی جزء ایمان است. پس بیاییم که خود، لباس، خانه و محیط خود را پاک نگه داریم. بسیار خوب. درس امروز شما مقدر بود. دیگر شما را به خداوند میسپارم. خداحافظ.